زمین گرفته بودم 300-400 تومن، 2-3 سالی بهش زمان خورد و مثلا اگر باید میشد 3-4 میلیارد نشده بود با همه تورم‌ها. یه بنده خدایی اومد گفتش که فلانی چرا نیومدی شمال زمین بگیری؟ گفتم که چطور مگه؟ اون میدونی شمال چقدر رشد کرده؟ گفتم که اولا با پولی که من داشتم شمال بهم جا نمیده. دوما 100% آدم‌هایی که اومدن شمال زمین خریدن رشد کردن. گفتم نه. گفتم که خب میشد که منم اینجوری باشه دیگه، که منم بیام بخرم و رشد نکنم. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم، از این کلام این که یه نفر مغز اقتصادی داره، این میفهمیده نبض بازار رو داشته تو نمیفهمی، راحت میشه. اینجوری نیست. یه نفر میره یه زمین اینجا میخره، صبح یه طرح عمرانی واسش میریزه، 1000 تومنش میشه 100,000 تومن. خیلی های دیگه هم رفتن همونجا زمین خریدن 10 سال پیش، ولی 10 سال کشیده تا بلیتشون ببره. باید روزیت باشه، به وقتش میشه. این همه آدم رفتن تو بازار طلا و دلار و سکه و بساز بفروشی، عیناً همشون فایده کردن. نه واسه یکی قاپش نشسته، واسه یکی نشسته. نه کسی رو متهم کنین به نفهمیدن، نه کسی رو بالاش کنین از باب اینکه مغز اقتصادیش خیلی خوب بوده. والله روزیت نباشه برو وسط بازار تهرون یه جا بخر، نمیشه. شما بازار تهرون رو در نظر بگی، شرق به غربش، غرب به شرقش، این ور خیابونش اگه تجاریاش متی 3 میلیارد، اون ورش متی 300 میلیونه. بازار توی خیابونه، یه نفر رفته اون ور گرفته، یه نفر اومده این ور گرفته. روزیت باید باشه. خیلیا میگن اونی که پول داره دزده. نه، تو نیاز نیست به دزدی. اگه قرار باشه بشه، یه اون چیزی که تو داری میشه طلا، و اگر قرار باشه نشه، اون چیزی که تو داری میشه خاکستر.